الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: وقفوهم إنهم مسؤولون. صدق الله العظيم و صدق رسوله النبی الکریم. بینندگان و شنوندگان نهایت گرامی و ارجمند، برادران و خواهران مسلمان و خداپرست، باز هم با یکی از موضوعات و قضایای دینی مجدد و نوین در این برنامه پاسخ نور در خدمت شما خواهران و برادران مسلمان خود قرار دارم. موضوع بحث امروزی ما در ارتباط به مسئولیت مسلمان هست. یک مسلمان در این زندگی دنیا قرار دارد و زندگی خود را سپری می کند. در برابر پروردگار چی مسئولیت دارد؟ در برابر پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چی مسئولیت دارد؟ در قبال مردم و جامعه چی مسئولیت دارد؟ در مجموع مسئولیت یک مسلمان در هر بخش و هر زمینه‌ای که باشد مورد بحث ما هست و تا حدی که فرصت در اختیار داشته باشیم ان شاء الله روی همین موضوع بحث خواهیم داشت. در قدم اول باید بفهمیم چنانچه که الله متعال در یکی از آیات قرآن عظیم الشان می فرماید: همه ما در روز قیامت فردای محشر در پیشگاه پروردگار خود ما مسئول خواهیم بود. الله متعال در آیه از قرآن می فرماید: وقفوهم انهم مسئولون. آنان را متوقف بکنید، آنان را ایستاد بکنید، چرا که اونها سؤال شدنی هستند، چرا که اونها بازخواست می شوند، مورد سؤال و بازپرس قرار می گیرند. هر انسان در دنیا چقدر گفتاری که کرده باشد، چقدر اعمال و کردارهایی را که انجام داده و مرتکب شده است، انسان بدون شک در برابر الله متعال مسئول هست. باید پاسخگوی همه اقوال و گفتارهای خود، باید پاسخگوی همه افعال و اعمال و کردارهای خود باشد. وقفوهم انهم مسئولون. آنان را متوقف بکنید و آنان را نگه بدارید، چرا که اونها مورد سؤال قرار می گیرند. پس در این آیه کریمه الله متعال بسیار واضح و روشن به همه ما انسانها، خصوصا به ما مسلمانها، این پیام را می دهد که ما در پیشگاه و در حضور پروردگار خود ما پاسخگو و جوابگو هستیم. در قبال همه اقوال و گفتارهای خود، در قبال همه اعمال و کردارهای خود، در قبال تماما مسئولیتهایی که در این زندگی دنیا با آن مواجه و سردوچار هستیم، ما مسئول هستیم و باید پاسخگو باشیم. بنابراین اگر کسی در دین مقدس اسلام به یک وظیفه، به یک مقام و به یک کرسی و به یک چوکی می رسد، یک مسئولیتی به دوش او گذاشته می شود. در واقع این یک بار هست، بار نهایت سنگین و دشوار هست. در واقع یک تشریف و یک تکریم و یک احترام در واقع یک کاری نیست که انسان به عنوان امتیاز به آن نگاه بکند و انسان خوشحال باشد. چرا در گذشته ها اسلاف و گذشتگان ما، صحابه کرام، تابعین، تبع تابعین، مجتهدین کرام، علما و دانشمندان بزرگ،
انسانها و شخصیتهای صالح و نیک در گذشته که اونها از این دنیا رفتن، هرگاه مسئولیتی به دوش اونها سپرده می شد و هرگاه وظیفه به دوش اونها سپرده می شد، در قدم اول اونها شانه خالی می کردن، آماده پذیرش وظیفه نمی بودن. زمانی که اونها وظیفه را هم می پذیرفتن، بسیار با شدت و فشار و مشکلات زیادی، اصلا از آن وظیفه رضایت نمی داشتن. حالا کسانی که نسبت به هر نوع وظیفه نهایت شوق و علاقه و کوشش و جد و جهد تمام دارند، در روشنی آیات از قرآن و احادیث از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم باید این موضوع را ما مورد بحث و بررسی قرار بدهیم که در واقع وظیفه گرفتن یا مسئولیتی را به دوش کشیدن، چی وظیفه و مسئولیت بزرگ باشد، چی وظیفه و مسئولیتی به اصطلاح کوچک و خرد باشد، همه اینها در واقع یک تکلیف هست، یک بار دوش هست، یک مسئولیت سنگین هست که به دوش یک انسان گذاشته می شود. در واقع یک امتیاز نیست، در واقع برای یک شخص ارج و احترام قائل شدن نمی باشد، در واقع یک بار سنگینی هست به دوش او گذاشته می شود. چرا انسان در پیشگاه پروردگار از این وظیفه هایی که به دوش می کشد مورد سؤال قرار می گیرد. انسان فردای محشر در پیشگاه پروردگار استاده و متوقف کرده می شود. انسان نهایت سؤالها و پرسشهای سنگین و دشوار در قبال وظیفه و مسئولیتی که در دنیا داشته از او کرده می شود. اما در آنجا بغیر از الله متعال انسان را نجات بدهد، نصرت و یاری و حمایت بکند، هیچ شخص دیگری وجود ندارد. هیچ قوه و نیروی نیست که به داد و فریاد انسان برسد. یگانه ذاتی که قدرت و توانایی دارد و انسان را از آن میدان پر از وحشت و پریشانی و از آن همه مشکلات و پریشانی هایی که فراگیر یک انسان می شود نجات می دهد فقط و فقط الله متعال هست. و این انسان هایی که در واقع در اطراف مسئولین در هر وقت و زمان قرار دارند تملق و چاپلوسی بکنن، حتی لغزشها و اشتباهات را اونها در چشم آنها خوب جلوه بدهند، ولی فردای محشر همین انسانهای متملق و چاپلوس اصلا در پیشگاه پروردگار برای همان شخصی که در دنیا چاپلوسی می کردن، او را فریب می دادن و در معرض قهر و خشم و غضب الله متعال قرار می دادن، در پیشگاه پروردگار هیچ کاری کرده نمی توانند. پس ما انسانها باید، خصوصا ما مسلمانها، درک بکنیم که مسئولیت یعنی چی، مسئولیت چرا و برای چی، انواع و اقسام مسئولیت از دیدگاه شریعت و دین مقدس اسلام چی می باشد، چند نوع می داشته باشد، و زمانی که یک مسئول در قبال مسئولیت و وظیفه خود مرتکب خیانت شود، تقلب بکند، وظیفه و مسئولیت خود را در چوکات و چارچوب شریعت و دین مقدس اسلام درست انجام ندهد، در پیشگاه پروردگار چه مشکلاتی دامنگیری او خواهد شد. ما این موضوعات را به گونه سلسله وار ان شاء الله که مورد بحث قرار خواهیم داد. مزمل برادری ما، بسیار ببخشید، مرسل خواهر ما از مزار شریف به تماس شدن، بفرمایید. مولانا سلمه یک سوال داشتم درباره یگان مولایان هستند که میگن که تفسیر وقت دختر بسته نمیشه و یگان تفسیر دختر که دوستش وقت دختر بسته میشه و یک کسی دیگه شکست میشه. بسیار ببخشید خواهر گرامی، آواز شما درست شنیده نمیشه، کمی موقعیت خود تغییر بتین، کمی روشن صحبت بکن. مسئله قسمت گفتین شما؟
بله آوازی مرا دارین؟ متاسفانه که فکر کنم تماس خواهر ما قطع شد. خواهر قسمت کس باشه اون نفر ازدواج میکنه و یگان تو میگی قسمت دروغ است، کل دروغ است. درباره در معلومات بکنید. مسئله قسمت یعنی تقدیر. بله. درست من مطلبتون گرفتم. مرسل خواهر ما از مزار شریف و تماس شدن و گفتن مسئله قسمت یا بخت و طالی که میگن از دیدگاه شریعت و دین مقدس اسلام چه حکم داره؟ بلی ما که میگیم بخت و شانس و طالی او بوده یا قسمت او بوده، در واقع این موضوع برمیگردد به همان قضا و قدر. در شکی نیست که هر آنچه که در این دنیا رخ میدهد و به وقوع میپیوندد در واقع همان قضا و قدر یا سرنوشتی هست که الله متعال آن را در لوح المحفوظ ثبت و درج نموده است. و همچنان زمانی که ما انسانها در اشکم مادر خود جنین و کودک بودیم، در آن حالت هم توسط یک فرشته تماما همین سرنوشت ما در آنجا مجددا نوشته شده است که یک انسان نیکبخت و خوشبخت است یا شقی و بدبخت است، یک انسان چقدر رزق و روزی دارد و چقدر مدت زمان عمر میخورد و در دنیا زندگی میکند. تمام اینها در واقع در قضا و قدر نوشته شده است. حالا زمانی که یک خواهر و برادر مسلمانی ما میگویند که فلانی قسمت خوب دارد یا بخت و طالی خوب دارد، یعنی به این معنا هست در این دنیا همان قضا و قدری که در حق او در لوح المحفوظ ثبت و درج شده و در اشکم مادر در حق او رقم زده شده است، برای او در همین دنیا رخ میدهد و به وقوع میپیوندد. پس در نتیجه میتوانیم بگوییم که همین شانس یا بخت و طالی که ما از آن تذکر و یاد آوری میکنیم همان قضا و قدری هست که در واقع در لوح المحفوظ نوشته شده و یک به یک در این دنیا به وقوع می پیوندد. احمدالله برادر ما از قندهار به تماس شدن، بفرمایید. بله میشنم، آواز شما را داریم، بفرمایید. آیا هغه دعا هغه باندې اوري که نه اوري، هغه صدقه هغه ته ورسېږي، هغه پوهېږي چې شخص ماته صدقه وکړه یا دعا وکړله، آیا هغه ته دغه ورسېږي، یعنې هغه پوهېږي په دې باندې؟ دغه پوښتنه مې درلوده. او ډېره مننه، په خیر اوسئ تاسو. احمد الله ورور له قندهار څخه تماس یې ونیول او یو مسئلې داسې سوال وکړو چې کله یو چا صدقه وکي یا دعا وکي یو بل نیک عمل دا انجام ورکي او خپل مړي ته یو مسلمان خور او ورور ته وبخي، د دې عمل اجر او پاداش او ثواب ورته رسیږي که نه رسیږي؟ دې کې شک نشته چې موږ اهل سنت والجماعت په دغه عقیده او باور یو چې یو مسلمان کوم نیک عمل چې کوي که دا فرق نه کوي چې دغه تلاوت د قرآن به وي، که دغه قربانی به وي، که دغه کوم دعا به وي، کوم نیک بل کار به وي، که سړی خپل مړي ته هغه ثواب وبخي هغې ته رسیږي او هغې ته دغه په ورځ د آخرت هغې ته دا ذخیره کیږي او هم دغه قبر کې هغې ته انشاء الله کې تخفیف برازي، ځکه چې دغه موضوع کې ډیر داسې احادیث او آیات شته چې دغه معنا باندې دلالت کوي، په دې کې شک نشته. احمد الله برادر ما از قندهار به تماس شدن و گفتن آیا زمانی که ما یک کار نیک را انجام بدهیم ثواب آن به مرده ما بخشیده شود آیا میرسد یا خیر؟ بلی در این شکی نیست که ما اهل سنت والجماعت به این عقیده هستیم. علما صراحتا این موضوع را بیان کردن و سخن درست و راجح هم همین هست. زمانی که یک عمل نیک و شایسته انجام شود و اجر و پاداش آن به یک مرده چه از اقارب ما باشد
چه یک برادر و خواهر مسلمان دیگری ما باشد ما در حق او دعا بکنیم. در شکی نیست که ان شاء الله این دعای ما در حق او میرسد و الله متعال به برکت همین دعای برادر یا خواهر مسلمان، اگر همان خواهر یا برادر مسلمان در عذاب یا کدام مشکل قرار داشته باشد، ان شاء الله امیدوار هستیم که در حق او تخفیف و آسانی به وجود بیاید. امیدوار هستم برادر ما مطلب را گرفته باشند. میایم در ارتباط به ادامه بحث خود که بحث ما در ارتباط به مسئولیت یک مسلمان هست. در شکی نیست ما باید بفهمیم مسئول به کسی گفته می شود. حسام الدین برادر ما به تماس شدن، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شکر از بخیر و سلامت باشین. حسام هستم از تاخر با تماس شدید. موضوع سوال موضوع بود که پدر ما دو مولای وفات کرده، یک زمین داریم، سه دایره که از نر به پایین است، یک دایره که هم از نر به بالا است. ولی همسره آمده که در ما هر کسی ما از این نر بالا اولی دارم خانه را خودی ما بزرگ کرده میان بگم نه تو از پایین بگیم ما از بالا میگیریم. همین هم میخواستم جواب بدم. شما همین خانه را که جور کردین به رضایت اونها جور کردین و در زندگی قبلگاه جور کردین؟ فعلا اونها میخوان که خانه شما را چپه بکنن، جای او را تقسیم بکنن. درست است ما مطلبتون گرفتم. دیگه مادر من دیگه سوال هستیم بود که مادر من دیگه آیام باید سعید میگن که ما از این بالا میگیرم از پایین نمیگیرم مگه چی حق نداریم. به شما میگه مادرتون؟ درست است ما مطلبتون گرفتم. بخیر و سلامت باشید. حسام الدین برادری ما از تخار به تماس شدن و گفتن پدرشان وفات کرده، یک مقدار زمین به عنوان ارثیه از پدرشان مانده و حالا اینها در همان زمان که پدرشان زنده بوده در زمین پدری خود اینها خانه جور کردن در یک قسمتی از همان زمین و حالا گفتن ورثه میخواهند که زمین را تقسیم بکنن و تا جایی که من معلومات کردم گفتن که میخواهند جای خانه اینها را هم در سهم و حصه هر کسی که میآید به او داده شود نه به خود اینها. در شکی نیست که زمینی که از پدرشان به عنوان میراث مانده در مابین همه ورثه یک ملکیت مشترک است و هر یک از ورثه حق دارد که دعوا بکند این زمین تقسیم و توزیع کرده شود و هر وارث به حق خود چقدری که از نگاه شرعی به او حق داده شده به حق خود برسد و حق خود را به دست بیاورد. و باز گفتن در ضمن مادرشان هم مطابق همان فکری دیگر ورثه اونها پافشاری دارن و گفتن که از همان قسمتی که به اصطلاح اینها شاید خانه جور کردن از همان جا سهم و حصه خود را میگیرن. بلی در شکی نیست که این سهمی ورثه هست و طبعا زمین هم از نگاه قیمت تفاوت می کند. اگرچه اینها در آنجا خانه جور کرده باشند و در آنجا ملک و جایداد برای خود به اصطلاح خودشان جور کرده باشند، اما از نگاه قیمت احیانا اگر به سرک نزدیک باشد طبعا از نگاه قیمت متفاوت هست. مثلا قسمتی که از سرک دور هست شاید نیمی بی یا ثلثی بی را داشته باشد، ولی همان قسمت از زمین که به سرک نزدیک هست و از آنجا دروازه بزرگ باز می شود شاید قیمتی متفاوتتر و بیشتری داشته باشد. و حالا ورثه هم که دعوا می کنند شاید یکی از دلیل دعواهایشان همین موضوع باشد که آنجا از نگاه قیمت و ارزش قیمتی بیشتری داشته باشد. در صورتی که واقعا زمین قیمتی بیشتر داشته باشد اونها صاحب حق هستند، می توانند این دعوا را داشته باشند و دعوا بکنند که این زمین به عنوان میراث در میانشان تقسیم کرده شود.
یک راهی بسیار خوبی دیگری وجود دارد، اینها با هم بنشینن صلح بکنن. اگر واقعا دیگر ورثه رضایت دادن، مفت و رایگان همین قسمت را که اینها در آنجا خانه جور کردن، اگر به اینها واگذار بکنن، واقعا جوانمردی کردن و کار خوبی هست که این نزاع و مشکل هم برداشته می شود. ولی در صورتی که اونها اصلا آمادگی نداشته باشند که اینها مفت و رایگان واگذار شوند، در صورت دوم اگر اینها از طریق یک مقدار مال یا پول و پیسه که رضایت اونها را به دست بیاورند و برای اونها یک مقدار قیمتی که اونها میخواهند پرداخت بکنن و باز در همان جایی که خانه جور کردن و زندگی خود را شروع کردن، در همان جا زندگی خود را ادامه بدهند، این هم دومین راهی هست که واقعا راهی بهتر هست که انشاءالله این نزاع و مشکل برداشته خواهد شد. و به هر حال باز هم در صورتی که اگر از نگاه فامیلی اینها به تفاهم نرسیدن و مشکلاتشان که ما فی السابق باز هم ادامه داشت، می توانند از طریق موسفیدان محل، از طریق بزرگانی که در همان نقطه و محیط زندگی می کنند و از طریق امام و عالمی که در آنجا امامت دارد، می توانند که یک گروه، یک هیئتی از مردم را تشکیل بکنند و از این طریق مشکل خود را حل و فصل بکنند. مریم خواهر ما از کندوز به تماس شدن، بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله. شکر است، الحمدلله بخیر سلامت باشید. بفرمایید. چی گفتین مزاحمت میکنه وقتی که نماز شروع میکنین؟ خواه فاجعه، درست است، درست. کدام سوال دیگه هم داشتیم؟ بله، آوازی مرا دارین؟ فکر کنم که تماس خواهر ما قطع شد و یک سوال را مطرح کردن، گفتن زمانی که به نماز خواندن شروع میکنن حالتی فاجعه به اونها پیش می آید در نماز و اونها از این ناحیه گفتن رنج میبرن و پریشان هستن. طبعا که اونها خواستن از نگاه شرعی یا فقهی حکم این مشکل چی می باشد. بلی این مشکل را فقها در کتابهای فقهی خود مطرح کردن و جواب آن را در روشنی احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم نوشتن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند زمانی که یک شخص به او حالت فاجعه کشیدن چی در نماز و چی در بیرون از نماز عارض می شود و پیش می آید، تا حد توان کوشش بکند که همان فاجعه را دفع بکند و از خود دور بکند. در صورتی که اگر با دهن خود آن را دفع کرده نتوانست، حالت دیگری که وجود دارد این هست توسط دست خود که دست خود را در دهان خود بگذارد و این فاجعه را از خود دفع بکند. چرا در حدیث از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم علت و دلیل یا انگیزه این کار بیان شده است. چرا زمانی که ما فاجعه می کشیم و در حالت فاجعه کشیدن قرار می گیریم، ما دست خود را در دهان خود بگذاریم و دهان خود را ببندیم. یکی از نگاه این که از نگاه اخلاقی و اجتماعی هم کار خوبی نیست که ما در یک منظره یا در یک شکل و صورت زشت خود را برای دیگران به نمایش بگذاریم. طبعا سبب زشتی چهره و حالت ما می شود که ما باید خود را در معرض زشتی و خرابی قرار ندهیم. اسلام برادری ما از مزار شریف به تماس شدن، بفرمایید. بله اسلام برادر، آوازی مرا دارین؟ از ما دخترم خواهد شدن
دامادم که نوازه خانه ما اجازه نمیده بعد از خودش هم نمیاره. بسیار ببخشین، ما امی قسمت اول صحبت شما را متوجه نشدم، آوازتان نمی آمد. اگر از سر صحبت دخترم خواهد شد دامادم نوازه خانه ما نمیاره بارتون که اجازه هم نمیده خط خیلی همی کرد جنابه صاحب خانه دارم. گفتین دخترتان فوت شد؟ بله. خواه فعلا دامادتان امی نواسه های شما را اجازه نمیتن که خانه شما بیاید؟ بله بله. درست است، من مطلبتان را گرفتم. سلامت و بخیر باشین. میاییم به ارتباطی جواب مریم خواهرمان که از کندوز به تماس شده بودن و درباره فاژه کشیدن در نماز سوال مطرح کرده بودن. بلی تلاش و کوشش بکند انسان زمانی که حالت فاژه به انسان دست میدهد در قدم اول آن را با دهان خود دفع بکند. اگر امکان دفع آن با دهان وجود نداشت در قدم دوم با دست خود آن را دفع بکند. چرا گفتیم که از نگاه اخلاقی و اجتماعی هم انسان در جامعه زمانی که در میان مردم زندگی می کند نباید از خود حالات منفی یا حالات زشت یا حالاتی که سبب زشتی انسان در مجموع نسبت به افکار دیگران می شود، چون این حالاتی را از خود نباید بروز بدهد و به نمایش بگذارد. و همچنان از نگاه شرعی هم پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم علت یا دلیلی که برای این موضوع بیان کردن این هست که شیطان در اشکم انسان داخل می شود. در شکی نیست که شیطان در رگ رگ انسان در تمام اعضای بدن انسان مانند خون چنانچه که جریان دارد شیطان هم جریان دارد، ولی باز هم پیامبر خدا فرمودن که در چنین حالتی شیطان در اشکم انسان داخل می شود. بنابراین ما باید دست خود را در دهان خود قرار بدهیم. وقفه کوتاهی داریم، پس از وقفه ان شاء الله که دوباره باز هم در خدمت شما قرار خواهیم داشت. امیدوار هستم که تا پای برنامه با ما همراه باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان، پس از وقفه کوتاهی که داشتیم باز هم دوباره در خدمت شما برادران و خواهران مسلمان خود قرار دارم و میاییم در ارتباط به ادامه جواب و پاسخی که به مریم خواهرمان از کندوز ارائه می کردیم. در ارتباط به فاژه کشیدن در نماز اونها سوال کرده بودند و از نگاه فقهی فاژه کشیدن در نماز مکروه است، چون سبب رضایت و خوشنودی شیطان می شود. الله متعال عطس زدن را خوش دارد و دوست می دارد، اما فاژه کشیدن را الله متعال دوست نمی دارد. پس زمانی که فاژه کشیدن سبب رضایت و خوشنودی شیطان می شود، سبب کراهت و ناخوشنودی پروردگار می شود، بنابراین در صورتی که چون حالتی در نماز پیش می آید ما باید به هر وسیله ممکن آن را از خود دفع بکنیم. اگر با دهن می شود، اگر با دست می شود، ما آن را از خود دور بکنیم. در صورتی که فاژه بیاید ما آن را با دست خود یا با دهان خود دفع نکنیم، نماز ما درست می شود، اما نماز ما مکروه است و نماز ما کم ثواب می باشد. و زمانی که چون این حالت پیش می آید ما مطابق شریعت آن را از خود دفع کردیم، دیگر کدام مسئولیتی هم متوجه ما نمی باشد، چون این یک حالت خلقی و فطری هست که در خلقت و فطرت ما همین حالات و عوارض وجود دارد و ما درباره آن نقشی بسیار قوی و عمده نداریم. زمانی که به هر حال پیش می آید پس ما همین راههای شرعی را در برابر آن انجام بدهیم، ما دیگر مسئولیتی هم نخواهیم داشت. میاییم در ارتباط به سؤال و پرسشی که اسلام برادری ما از مزار مطرح کردن. اونها گفتن دخترشان وفات کرده و دامادشان
حالا آماده نیست که نواسه های اینها را به فامیل و خانواده خسور خود و خوشدامن خود بفرستد و اونها را اجازه زیارت کردن، ملاقات کردن، رفت و آمد کردن و دید و وادید کردن بدهد. و گفتن از نگاه شرعی چه حکم دارد؟ بلی در شکی نیست، از نگاه شرعی شما گناهگار نمی شوید، شما کدام مسئولیتی ندارید، چون شما آماده هستید که نواسه ها و فرزندان خود را به خانه خود استقبال بکنید. حالا مشکلی که سرچشمه گرفته از جانب داماد شما هست و در شکی نیست که هر برادر یا خواهر مسلمان زمانی که با اقارب و خویشاوندان خود، با اعضای فامیل خود، زمانی که قطع رابطه می کند، صله رحم به جان نمی آورد، پیوند فامیلی و خویشاوندی را از هم فرو می پاشد، از نگاه شرعی مرتکب گناه کبیره و بزرگ شده است. کسی اگر این کار را حلال بداند، خطر ایمان او هست، خطر کفر او هست که انسان از دایره دین بیرون شود، چرا چیزی که حرام بوده او را حلال دانسته است. ولی اگر یک مسلمان این کار را حلال نمی داند، این کار را انجام می دهد به هر دلیلی که پیش خود دارد، به هر نوع خصومت و عداوت و دشمنی آشکارا یا مخفی و پنهانی که با یکی از اقارب و خویشاوندان خود دارد، به هر دلیلی که باشد، باز هم قطع صله رحم بکند و رفت و آمدی فامیلی را از بین ببرد، در شکی نیست این انسان مرتکب گناه کبیره و بزرگ شده است. چرا در حدیث از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میخوانیم، پیامبر خدا میفرمایند: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. کسی که به خدا و روز رستاخیز و روز قیامت عقیده و ایمان و باور دارد، باید مهمان خود را اکرام و اعزاز بکند. زهرا خواهر ما از کندوز به تماس شدن، بفرمایید. شکر است، الحمدلله بخیر و سلامت باشین. درست است، به کسی که شما رضایت دارین خانواده رضایت ندارن و به کسی که شما رضایت ندارین خانواده پافشاری میکنن که شما باید قبول بکنین. درست؟ سردرد هستین؟ فقط در حالت نماز حالت پیش می آید؟ شما طبعا تشویش خود زیاد دارین، درست؟ شما تشویش و پریشانی فکری هم زیاد دارین، شاید خیلی از نگاه فکری در موضوعی که درباره او صحبت کردین شاید تشویش زیاد بکنین. فکر کنم که تماس خواهری ما قطع شد. به هر حال ما مطلبشان گرفتیم، ان شاء الله پاسخ خواهیم گفت. و میایم در ارتباط به ادامه جوابی که به اسلام برادر خود ارائه می کردم. گفتن که نواسه ها را دامادشان اجازه نمی دهد که به خانه اونها رفت و آمد بکنن. حدیثی را در این راستا از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خواندیم که پیامبر خدا فرمودن در یک حدیث: کسی که به خدا و روز آخرت ایمان و باور دارد باید مهمان خود را اکرام و اعزاز و احترام بکند. و باز فرمودن: و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیصل رحمه. کسی که به خدا و روز آخرت ایمان و عقیده دارد باید صله رحم بکند، باید با فامیل و خانواده خود
با اقارب و خویشاوندان خود باید ارتباطی محبت آمیز و پر از مهر و شفقت داشته باشد. از این حدیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم این نتیجه به دست می آید که موضوع صله رحم بستگی به ایمان و عقیده و باور انسان دارد. تا زمانی که کسی از خدا درست نترسد و به خدا ایمان، عقیده و باوری کامل نداشته باشد، این موضوع را درست جدی نمی گیرد و این موضوع را رعایت نمی کند. پس ما زمانی که کلمه می خوانیم و می گوییم که ما مؤمن و مسلمان هستیم، بر اساس همین ایمان و اسلامی که داریم ما باید صله رحم بکنیم، وگرنه ما مرتکب گناه کبیره و بزرگ خواهیم شد. پس تلاش و کوشش بکنن برادر ما اسلام که اونها از طریق فامیلی این مشکل را حل و فصل بکنن. در صورتی که باز هم به هیچ وجه اونها آماده نشدن که نواسه ها را به خانه اینها بفرستن، اینها دیگر کدام مسئولیت شرعی ندارن، گناهگار نمی شوند. گناهگار فقط و فقط همان دامادشان، همان برادر مسلمانی ما هست که نسبت به این موضوع بی تفاوت است، فقط او مسئولیت دارد و گناهگار می شود. میایم در ارتباط به سؤال و پرسشی که زهرا خواهر ما از کندوز مطرح کردن. خواهر ما گفتن که اینها فکر کنم طوری که من شنیدم با پسر خالهشان رضایت دارن و اما فامیل و خانواده رضایت ندارن که اینها با پسر خاله خود ازدواج بکنن و اینها کسی را که نمیخواهن، فامیل و خانواده قصد دارن که اجبارا و به گونه تحمیلی این ازدواج را راه بیندازن. گفتن که حالا این مشکل چطور می شود؟ بلی از نگاه شرعی ما الحمدلله مسلمان هستیم و همه می دانیم، خصوصا در این باره مذاهب فقهی از جمله فقه امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله، مذهب حنفی ما از دیگر مذاهب کرده استقلال بیشتر برای دختر و پسر داده است. به این معنا در کتابهای فقهی ما حنفی ها نوشته شده است زمانی که یک دختر بالغ می شود و به سن بلوغ می رسد و مکلف و عاقل هست، از نگاه شرعی نه پدر حق اجبار را دارد، نه هم بابا حق اجبار را دارد، نه هم کاکا و ماما، نه هم برادر و نه هم کسی دیگری. حق ندارن یک دختر زمانی که به رضایت خود یک جوان مسلمان را انتخاب می کند، زمانی که دختر عاقل و بالغ و مکلف باشد و خود را شناخته باشد، در چنین صورتی کسی حق ندارد که او را مجبور بکند با کسی دیگر به خاطر اینکه پول پیسه‌ای بیشتر دارد یا شهرت و نفوذی بیشتر دارد یا هر دلیل دیگری که باشد با او ازدواج بکند. بلی فقهای کرام فقط یک صورت را استثناء کردند، در صورتی که یک دختر مسلمان با یک جوان ازدواج بکند که از نگاه شرعی و فقهی کفر برای او نباشد، برای او سیال و همتا نباشد. مثلا یک دختر هست از یک خانواده بسیار دیندار، از یک خانواده بسیار شایسته و نیک، از یک خانواده بسیار با اخلاق و متشرع، و حالا این دختر میخواهد با یک جوان ازدواج بکند که در میان جامعه و اجتماع کاملا بدنام هست. مثلا به نام دزد مردم او را میشناسند، مثلا به نام شرابی او را میشناسند، یا به نام قمارباز میشناسند، یا به یک نام زشت دیگری او را میشناسند و او در میان مردم کاملا مشهور هست. حالا در اینجا در صورتی که همین دختر پافشاری بکند و بخواهد با همین گونه جوان ازدواج بکند، پدر و مادر حق مداخله دارند، حتی اگر این نکاح عقد هم شده باشد. اینجا پدر میتواند مداخله بکند، از طریق محکمه این نکاح را فسخ بکند. ولی در صورتی که یک دختر مسلمان یک جوان مسلمان را انتخاب بکند
و از نگاه شرعی با هم کف و برابر باشند و هیچ مشکل و مانع شرعی وجود نداشته باشد. در چنین صورتی دیگر پدر و مادر یا هر اقارب و سرپرست نزدیک دختر حق مداخله، حق تحمیل و فشار و حق اجبار و اکراه را اصلا از نگاه شرعی ندارند. با کمال تأسف که این ازدواجهای اجباری و تحمیلی، این ازدواجهای جبری و با فشار و با قوت و زوری که خانواده به اصطلاح بالای فرزندان خود دارند، گه و ناگه این گونه ازدواجها را راه می اندازند. ولی پدران و مادران باید متوجه یک نکته حساس باشند. امروز اگر دختر خود را که رضایت ندارد با جبر و اکراه به یک جوان میدهند و صبا و فردا زمانی که این ازدواج منجر به طلاق شد و زمانی که همین زندگی نعوذ بالله به یک جهنم مطلق تبدیل شد که اونها اصلا زندگی خوبی نداشتن، همیشه با هم در زد و بندها قرار داشتن، همیشه با هم مشکلات فامیلی و خانوادگی داشتن و حتی این زهر کشنده به فامیلهای دیگر هم سرایت کرد و اونها را هم در غم و تشویش و پریشانی واقع کرد. پدر و مادر باید بفهمند این همان کشت یا بذری هست که خود اونها چند روز قبل با دستان خود این تخم را کاشته بودند. پس هر پدر و مادر باید احساس داشته باشد، عاطفه انسانی داشته باشد، نسبت به فرزندان خود باید مهربان باشند. نباید یک عمر زندگی دختر و پسر خود را به خاطر ذوق و سلیقه شخصی خود، به خاطر افکار و اندیشه ها و به خاطر عنعنه ها و رسم و رواج های فامیلی خود، اونها نباید خدای نکرده زندگی فرزندان خود را تباه و فاسد بکنن، زندگی فرزندان خود را منجر به نعوذ بالله طلاق و انکارها بکنن. پس کوشش بکنن پدر و مادر عاقلانه تصمیم بگیرن، حامی و پشتیبان فرزندان خود باشن، فرزندانشان که بزرگ هستند، عاقل و بالغ و مکلف هستند، خود را شناختن، اونها را بگذارن همان گونه‌ای که اونها حر و آزاد خلق و آفریده شده اند، باید در تصمیم گیری خود هم همین حریت و استقلال و آزادی خود را داشته باشند. یک عمر زندگی اونها را به فساد و خرابی و بدبختی نکشانند. امیدوار هستم که خواهر ما زهرا مطلب سؤال خود را گرفته باشند و همچنان سرپرستانی که در خانواده ها به عنوان پدر و مادر یا کسانی دیگر هستند اطفال و کودکانی را سرپرستی می کنند، اولاد و فرزندهایی را سرپرستی می کنند، اونها در قبال همین زیردستان خود باید احساس مسئولیت شرعی بکنند و نباید مرتکب ظلم و نباید مرتکب تعدی و تجاوز به حقوق فرزندان خود شوند. میاییم در ارتباط به ادامه بحث خود. بحث ما در ارتباط به این بود که ما در این دنیا مسئول هستیم. ما در قبال هر سخنی که میگوییم، در قبال هر کار کردی که انجام میدهیم، ما مسئول و پاسخگو هستیم. قاعده و قانونی مسئول این هست زمانی که یک شخص در یک مسئولیت قرار میگیرد، برای مافوق و شخصی که بالاتر از او هست همیشه باید پاسخگو باشد. از اینجاست زمانی که یک مسئولیت در این دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم به عنوان یک انسان مسلمان از طرف هر مؤسسه، از طرف هر نهاد و از طرف هر جهتی که به ما واگذار کرده می شود، ما در قبال همان مؤسسه و نهاد و همان جهت پاسخگو و جوابگو خواهیم بود. فضل الرحمن برادر ما از کابل به تماس شدن، بفرمایید. بسیار ببخشین برادر گرامی، امی صحبت خود از سر شروع بکنین، من متوجه نشده بودم.
خودتان عملیات کردین؟ بله خودم عملیات کردم. ایناله ادرار گرفتن نمیتونه، وضو کردن نمیتونه، نماز خوندن نمیتونه، میدرسه نمیتونه. چی کرده؟ وضو گرفتن نمیتونین گفتین؟ بله. یعنی دکتر به شما گفته که وضو کردن، استفاده کردن از آب به شما مضر هست؟ وضو نکنم ادرار گرفتن نمیتونه. بسیار ادرار گفتین متوقف نمیشه؟ ادرار گرفتن نمیشه. بله. درست است. من مطلبتان گرفتم. بخیر سلامت باشین. خداحافظتان. فضل الرحمن برادری ما از کابل به تماس شدن و سؤالی را مطرح کردن، گفتن عملیات کردن و حالا ادرارشان متوقف نمیشه، بنابراین گفتن اونها نمیتوانن وضو بگیرن. خواستن که از نگاه شرعی و فقهی حکم این مشکل را جویا شوند که از نگاه شرعی راه حل چی می باشد. بلی از نگاه شرعی زمانی که یک خواهر و برادری مسلمانی ما با چنین مشکلات در زندگی مواجه و سردچار می شوند، شریعت حکم بسیار واضح و روشنی را در برابر اونها بیان و معرفی کرده. از نگاه شرعی به چنین اشخاص معذور گفته می شود. مثلا شخصی خونی بینی هست که خونی بینی او چک چک در حال قطره کردن هست و متوقف نمی شود، یا همچنان ادرار و پیشاب او دور از روی همه شما خواهران و برادران در حالت چکیدن هست، متوقف نمی شود. یا کسی در بدن او جراحت و زخم هست، از همان جراحت و زخم ریم و چرک و خون و زرداب موادی که از آن خارج و بیرون می شود متوقف نمی شود. یا همچنان کسی به یک حالت دیگری مثلا مبتلا باشد که باد از وجود او خارج می شود و باد وجود خود را کنترل و جلوگیری کرده نمی تواند. یا مثلا کسی در حالت اسهال قرار دارد، اسهال او متوقف نمی شود. در مجموع اینها عذرهای شرعی هستند. زمانی که یک انسان به چنین عذرها مبتلا و گرفتار می شود، حکم شرعی این هست که این اشخاص برای هر نماز یک وضوی تازه بگیرند. همچنان زمانی که یک خواهر ما در حالت استحاضه باشد، اگرچه چنانچه که در کتابها و در احادیث می آید خون در روی بوریا و زمین اگر چک چک قطره هم بکند، از نگاه شرعی می توانند که اینها وضو بکنند، برای هر نماز یک وضوی تازه و مستقل بکنند و نماز خود را بخوانند. حالا همین برادری ما فضل الرحمن زمانی که اینها به این حالت گرفتار هستند، اینها باید برای هر نماز، به این معنا مثلا وقتی نماز پیشین داخل شد برای نماز پیشین یک وضو بگیرند. با همین وضو اینها می توانند که نماز خود را بخوانند. اگرچه ادرار اینها قطره قطره اگر بیاید باز هم متوقف نشود، اینها نمازشان از نگاه شرعی درست هست، نمازشان جواز پیدا می کند. در چنین حالتی اگر آب استعمال کردن برایشان مشکل نداشته باشد، کدام ضرری به وجودشان نمی آورده باشد، اینها می توانند وضو بگیرن، آب استعمال بکنن و نماز خود را بخوانند. بلی در صورتی که یک دکتری مسلمان متخصص در مسلک و رشته خود اگر به این برادر یا هر خواهر ما گفته باشد که استعمال کردن آب برای شما زیان آور و مشکل ساز هست، در چنین صورتی می توانند اینها آب استعمال نکنن و تیمم بکنن. اما در صورتی که استعمال کردن آب به جسم و بدن اینها کدام ضرری را وارد نکند، اینها می توانند برای هر نماز یک وضوی تازه بگیرند و نماز خود را بخوانند. با همین یک وضویی که اینها گرفتن، چقدر نماز نفلی که خواسته باشند می توانند تا زمانی که وقت همان نماز بیرون نشده باشد اینها نفل خود را هم بخوانند، با همان وضو سنتهای خود را هم میخوانند، با همان وضو فرض خود را هم
فرض همان وقت را میخوانند. اما همین که وقت همان نماز گذشت و سپری شد، دیگر وضوء اینها میشکند و باید برای نماز بعدی وضوء تازه بگیرند. امیدوار هستم که برادر ما یا همه خواهران و برادران ما که متوجه بحث علمی و شرعی ما هستند متوجه شده باشند. میاییم در ارتباط به ادامه بحث خود. ما گفتیم مسئول به کسی گفته می شود که از طرف ما فوق و بالاتر از خود مورد سؤال قرار می گیرد. حالا انسانها در میان خود از نگاه طبقات و از نگاه وظایف و مسئولیتها متفاوت هستند. یعنی از نگاه وظیفه کسی در طبقه بالاتری قرار دارد، به عنوان وزیر و رئیس هست. کسانی دیگری هستند که اونها به عنوان کارمند هستند و زیر دست اونها کار میکنند. هر وزیر و هر رئیس و هر شخصی که یک مسئولیت بزرگتر به دوش او سپرده شده است، از نگاه شرعی و قانونی حق دارد که زیر دستان خود را مورد حساب و کتاب و مورد بازپرس قرار بدهد. ولی فقط و فقط یگانه ذاتی که هرگز از او پرسیده نمی شود، کسی حق سؤال کردن از او را ندارد که چرا این طور کرد و چرا آن طور کرد، فقط و فقط الله متعال هست. چون پروردگار می فرماید لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. از او پرسیده نمی شود، از خداوند پرسیده نمی شود در برابر آنچه که انجام می دهد. پس ما هر فعل و هر کاری را که پروردگار در این جهانی هستی انجام می دهد، ما حق انتقاد و چون و چرا، حق سؤال و حساب و کتاب کردن با پروردگار خود را نداریم. و هم یسألون، و اما انسانها و بندگان پرسیده و بازخواست کرده می شوند. هر انسان در این دنیا هم مسئول هست. زمانی که یک وظیفه و مسئولیتی به دوش او سپرده شده باشد، و قطعا و بدون شک در روز قیامت و میدان محشر در پیشگاه پروردگار همه ما انسانها و بندگان مسئول خواهیم بود. و همچنان مسئله دیگری که در قبال مسئولیت باید بفهمیم این هست که مسئولیت زمانی وجود دارد که ما مکلفیت داشته باشیم. پس مسئولیت ما از مکلفیت ما سرچشمه می گیرد. چنانچه که الله متعال می فرماید ایحسب الانسان ان یترک سدی. آیا انسان گمان می کند و آیا انسان می پندارد که او را مهمل و بدون حساب و کتاب گذاشته می شود؟ نه خیر. ما که در این دنیا هستیم ما مسئولیت داریم. چرا؟ به خاطری که ما مکلف هستیم از جانب پروردگار که به یک سلسله اوامر باید از آنها اطاعت بکنیم، از یک سلسله محرمات و نواهی هست که ما باید اجتناب و پرهیز بکنیم. در همین جا وقت برنامه ما به پایان رسید و تا برنامه دیگر که اگر عمر و فرصت باقی بود و باز هم اگر خدا خواست که در خدمت شما برادران و خواهران گرامی خود قرار بگیرم، ان شاء الله باز هم در خدمت شما خواهیم بود. و تا برنامه بعدی همه شما را به الله یکتا می سپارم. شب و روز خوشی داشته باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.